ما در دوره زیاده از 2 میلیون 180 قرضهای به تأخیر افتاده امانت بانک یکی از سبب‌های اصلی برکناری روح الله حکیمزاده از رهبری بانک بوده است. مسئولین امانت بانک گفتند رئیس جمهور روح الله حکیمزاده را به این خاطر انتقاد کرد. و یک انتقادهای روبر دولت هم نسبت روبر قبلی به واسطه قرض‌ها بودند. تا سال 2018 قرضهای تأخیر افتاده امانت بانک قریب 135 میلیون سومانی را تشکیل میداد. سال گذشته امانت بانک به مشتریان بیش از 440 میلیون سومانی قرض داده است. رهبر نوی بانک تصدیق کرد که قرضهای مشکل‌زا هستند، اما بیش از 90% آن برگردانده‌اند. قید کرد که از روی بهاگذاری اکسپرت‌های جهانی که در تمام جهان بانک‌ها وجود دارند، خوف‌های بانکی وجود دارد، یگانه دارویی که خوف 100% دارد این قرض است. امروز در حقیقت در امانت بانک هستند قرض‌هایی که بر نمیگردند، یعنی که تأخیری افتاده شدن بر نمیگردن، این به اصطلاح کمی نادرست‌تر میشود. یکی از قرضهای مشکل‌زای امانت بانک قرض تاجیک ایر گفته شد. این شرکت هواپیمایی سال 2016 از امانت بانک 50 میلیون سومانی قرض گرفته است و فقط 5 میلیون آن را برگردانده است و خلاص. میگن که این هم در نظارت ما و هم در نظارت حکومت جمهوری و هم در نظارت این شرکت است. ما سه طرفه کار میبریم برای برگرداندن قرض. قرض‌های به تأخیر افتاده امانت بانک تنها با تاجیک ایر محدود نمیشوند. به اعتراف مسئولین بانک چون این قرضدارها در میان دیگر وامگیرندگانشان نیز هستند. رئیس امانت بانک گفت مسئولیت اجتماعی دارند و نمیتوانند همه وقت با قطعیت عمل کنند. فقط ما مهلت داده شدیم، ما هم شهروند هستیم، ما هم انسان هستیم، مهلت داده شدیم که کی شرایط مالیوی آنها بهتر میشود. از خانه برآوردن، کودکان را پیش کردن یا که به سود مراجعت کردن، این من فکر نمی‌کنم نتیجه کار است. رئیس امانت بانک گفت برای جبران کردن بعضی قرض‌های مشکل‌زا فاند تشکیل کردند. اکرامی گفت 3 ساختار امانت بانک مسئله قرضدهی را می‌آموزند. وابسته به آنها فاندهای تشکیل پوشاندن تلفات امکان‌پذیر تشکیل کرده شده است. لیکن یک چیز دیگر که وظیفه ما قرض دادن آموختن دائمی در دوام قرض و در من بعد برگرداندن است. قرض‌های مشکل‌زا یکی از سبب‌های به بحران گرفتار شدن دو بانک بزرگ تاجیکستان، اگرینوست بانک و صادرات بانک گفته می‌شود. با تاکید کارشناسان، نظام قرضدهی بانک‌های تاجیکستان به اصلاحات جدی نیاز دارد، چون در سال‌های گذشته بعضی قرض‌های بدون تحلیل عمیق داده شدند که در نهایت به دردسر تبدیل یافت. بر طبق معلومات رسمی بانک‌های تاجیکستان تا 2 میلیارد سومانی قرض‌های مشکل ستان دارند. دعوت کنیم جلسه گذاریم و نقشه‌بندی را از سر نو کردیم.